سلام دوستان، مهران عباسی هستم با یه تحلیل جدید از پروژه علی یاسینی نصف شب. این کار خیلی هیته، در واقع فکر میکنم 2-3 سالی هست که اومده بیرون و به درخواست شما در صفحه اینستاگرام من به اسم مهران عباسی میوزیک در واقع شما به من گفتید که این کار رو تحلیل بکنم. این کار خیلی کار خوبی بود، من خودم شنیدمش، خیلی باش حال کردم. خب مسلماً خیلی کار ترندی هم هست، همه جا میشنوید. از نظر من خب یه سری چیزای عجیب غریب توش بود که در موردش بحث میکنیم، صحبت میکنیم. یه سری چیزاش هم خب خیلی باحاله، یعنی خیلی مثلا کمک کرده، خیلی هوشمندانه بوده و من خیلی دوست داشتم. تو بخش تیپس هم یه سری مواردی بهتون میگم که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه در مورد این قضیه. یه سری نوتایی بود که خیلی عجیب غریب بود. من سعی کردم پروژه رو خیلی شبیه به خود پروژه اصلی در واقع نوت‌ها رو در بیارم، ولی واقعا یه جای دیگه واقعا دیگه من نمیتونستم، یعنی باید نوت‌ها رو ادیت میکردم. واقعا یه جا به نظر شخصی من که خیلی خارج میزد پلاکت، یعنی نوت‌های آرپش خیلی خارج بود، ولی خب من تا یه حدی اصلاحش کردم. ولی خب نظر دیدم خیلی در فضای کار عوض میشه دیگه، خلاصه استاپ کردم، گفتم آقا تا اینجا استاپ میکنم. حالا دلیل منطقیش که چرا علی اومده همچین نوت‌های استفاده کرده، حالا تنظیم کننده خاصی داشته نمیدونم، و حالا من اون رو برداشتم در واقع خودم یه ادیت کوچیک کردم در حدی که بتونم کارو برای شما اوکی بکنم. سعی کردم میکسم دقیقاً شبیه به میکس اورجینال بزنم، نمیخواستم میکس خودم باشه، در واقع میخواستم یک شبیه سازی کامل باشه. خب میکسم خیلی رنگ شبیه به میکس اصلیه، البته ریورب من یه ذره بیشتره و خب مسلماً یه ذره تفاوت‌هایی توش هست. حالا بریم سر پروژه و تحلیلش. این پروژه تو 2 نسخه است، یه نسخه FL استودیو داره و یه نسخه ابرتون لایو داره. در واقع هر دوتا رو من شبیه سازی کردم، یعنی پریست همونه. یه میکس شاید میکسی ذره متفاوت باشن، ولی بچه‌ها که توی ابرتون لایو هستن میتونن از این نسخه استفاده بکنن و کسایی که بچه‌ها که توی FL استودیو هستن که همین که 2 تا پروژه هم توی در واقع توی تلگرام من موجود هست، میتونید شما مثلا دانلود بکنید و استفاده بکنید. راهنمای پروژه هم حتما بخونید. راهنمای پروژه خیلی مهمه به خاطر اینکه یه سری فایل‌های امکان داره اجرا نشه. حالا اونا رو یه چیزی هم توضیح میدم در موردش که بدونید. اول از همه از درام شروع میکنیم. کیک درام شروع میکنم. در واقع من اون رو سولو میکنم و میرم تو این بخش و کیکی که اینجا انتخاب کردم، در واقع من از کیک تری در واقع استفاده کردم. کیک تری ابزار خیلی خوبیه، همینطور تو پروژه C1 هم که توضیح دادم خیلی راحت میشه باش کیکایی رو درست کرد. اگه بهش مسلط باشید کلا بی‌نیاز میشین از کیک. خیلی جالبه، خیلی دوست دارم یه ویدیو مجزا براتون درست کنم از این کیک تری و توی دوره هم همیشه کیک تری رو معرفی میکنم. حالا قبلا کیک 2 بود. توی قسمت ساب در واقع یه تست تنظیمات رو اگه شما اینجا ببینید، توی بخش یعنی اینجا 14 هرتز ممیز 7 هستش، این بخش 14 کیلوهرتز، اینجا 178 هرتز هست و این قسمت هم 58 هرتز و اینها جاشون رو هم اینجا مشخص کردم تو همین محدوده با آزمون خطا و اون چیزی که فکر می‌کردم کیش نزدیک به اون پروژه میشه، من اینا رو تنظیم کردم. بلندی کیکم 818 میلی ثانیه خوب بود، یعنی احساس کردم که پروژه میاد. البته من پروسسی روی کیک انجام ندادم توی مسترش، یعنی توی کانالش، و فقط یه افکت خیلی جزئی در حد خیلی کم درایو دادم، یه کوچولو درایو کوچیک و یه اکولایزر خیلی سطحی که در اصل یه ذره کیک نرم بشه و پاپولار بشه برای اینکه بتونم روی پروژه استفادهش بکنم. حالا یه بار کیکو با هم سولو بشنویم. یکی که نرم پاپتوری که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. کلپ یعنی مورد بعدی، این قسمت رو میام. کلپ در واقع از 3 تا لایه درست شده. لایه اسنیر 1، اسنیر 2 و پری شیفت کلپ. اگه اسنیر 1 رو گوش کنیم و اسنیر 2 و پری شیفت، این 3 تا ترکیبشون یه دونه پری شیفت کلپ خیلی خاص درست میکنه، مخصوصا اینکه یه هویتی به اون اسنیره میده که شما این سر متفاوت بشنوید صداش رو، در واقع یه ذره رنگی داشته باشه، یه کاراکتری داشته باشه. برای من خیلی مهمه که ساندا و صدایی که استفاده میکنم مختص خودم باشه. حالا گوش میکنیم. اون زنگ اسنیر قشنگ مشخصه داخلش، یعنی مشخصه که اون یه اسنیری یه زنگ خاصی داره. حالا با میشنویم. خب همینطور که میبینید الان کاملا مچ و چفت هستن. اگه بخوام اینجا بهتون بگم توی کلپ من یه کوانتوم استفاده کردم که ترانزینت هست که همینطور که میبینی پیک رو، اون پیک در واقع پری شیفت رو یه ذره بیشتر میکنه، یه ذره هم انتشار بستم که چفت در بشه برید و بتونه کمک خیلی بهتری بکنه برید. بعد های هات
البته حالت خود موزیک اصلی یه ذره میوت تر بود، ولی من ترجیح دادم که یه ذره کار اکتیو تر بشه. در واقع از کلوز هات خیلی در واقع کلاسیک تر یعنی آکوستیک تری استفاده کردم. بخش فیلز تام تام ها هست. خب همینطور که میبینید من الان کلیک میکنم روی این و همونطور که میبینید درام ها رو دارید شما نگاه میکنید. ببینید اینجا من از چند تا 1 2 3 4 5 تا لایه درام استفاده کردم برای فیلز ها و اصلا از فیلز آماده استفاده نکنم که جنبه آموزشی داشته باشه. اشکال هم نداره، اگه فیلزهای خیلی خوبی دارید میتونید استفاده بکنید، میتونید تو اسلایس کنید ببرید و استفاده بکنید، ولی خب چون جنبه آموزشی داشت من ترجیح دادم که در واقع اینجا از این استفاده بکنیم. همینطور که میبینید یه ریورب هم دادم که خیلی خشک توی کار نباشه. البته خب میتونید یه ذره ریورب رو کمتر بکنید توی فیلز، بخش فیلز. مثلا من میتونم اینجا یه ذره فکر میکنم الان بهتر شد. حالا میتونیم با هم بشنویم. کرش هم که کاملا مشخصه اینجا که الان داره کرش در واقع چطوری میزنه. خب بخش بعدی که میخوام درمونش توضیح بدم بهتون در واقع بیس هست، بیس لاینه که شما میتونید اینجا بیس لاین رو در واقع ببینید. نوتاشی که گذاشتم دوبار کلیک میکنم میرم و اون در واقع بیس لاین رو نشونتون میدم. همینطور که میبینید بچه من از یه پچر استفاده کردم. شما میتونید حالا توی لایه متفاوت بذارید. حالا من از یکی استفاده کردم به خاطر که طبق عادت خودم بوده. من یه دونه در واقع چیز دارم، بادی بیسم رو دارم که اینجا بهتون معرفی اینجا مشخص میکنم. یکی هم دارم که در واقع بیس سابمون هست، یعنی دو تا لایه‌اش کردم، یعنی بیس بادی و بیس ساب که این دوتا برداشتم جدا پروسس شدن. یکیشون لو کات شده یعنی فرکانس لوش گرفته شده، یکم که حالت اینجا حتی بوستش هم کردم. این دوتا کاملا اسپلیت شدن. اصلا با هم گوش میکنیم. حالا اون یکی، حالا ترکیب این دوتا با هم با توجه به اون اکولایزی که انجام دادم، لوکاتی که انجام دادم و اون حالت، حالا چرا من این کار کردم؟ دلیلش به خاطر اینکه خواستم بیسم وایت باشه و اگر من بیام اینجا بهتون توضیح بدم، از دیتیون استفاده کردم، دیتیون 4 یعنی 4 تا آنیسون گذاشتم اینجا 15 تا. این دوتا رو با هم ترکیب کردم، فازشون رو جابجا کردم که چی تداخل فرکانسی یا تداخل فاز نداشته باشن، یعنی صدای جنس خیلی بهتری داشته باشن. و حالا یه سری فرآیندایی مثل FM سینتزایزر رو فعال کردم. حالا بخش طراحی صدا خودش خیلی مباحث بسیار پیچیده و جالب و جذاب خودش رو داره و اون هم یه دونه ساب خیلی ساده که در واقع دو تا چیز کردم، هایی هست، هارمونیکا دادم توسط این بهش که یه ذره صدا قررش بهتری داشته باشه و فیلتر شده. در واقع این دوتا با هم مجموعاً یه بیس خیلی خوب صدا میدن که اگه ما با دراممون در واقع گوش بکنیم و یه سایت چین اینجا داره که در واقع بیس داره سایت چین میشه با کیک و یه سری حالا رنگدهی هستش که به بیس دادم. همینجور که پروژه میره جلو یه سری فیلتر دادم که حالا خودتون اتوماسیون ها رو چک کنید میفهمید. یه دونه در واقع اینجا موقعی که میخواد بعضی موقع پاساژا که میاد یه ذره بیس لوش گرفته میشه و بعد میره پاساژا، یه حس خیلی بهتری میده. و یه دیستورشن اضافه کردم که این دیستورشن یه جاهایی که فیلتر میشه میاد اون محدوده میدرنج رو تقویت میکنه که شنیده تر بشه و بعد دوباره خاموش میشه، یعنی برمیگرده به حالت عادی که حالا پریستاش رو یعنی در واقع اتوماسیون رو چک کنید میفهمید چی میشه. مورد بعدی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم آکومپانیمنت ها هست، یعنی اینسترومنت هایی که استفاده کردیم. یه آرپیج داره که کلا بار در واقع همه چیز بعدن اون هستش، اون آرپیج یعنی تمام اون در واقع هویت تنظیم رو اون آرپیج میچرخه و یه ذره نوت‌هاش واقعا عجیب غریب بود برام، خیلی نوت‌های بد، یعنی حس خیلی بدی به من میداد. ولی خب دیگه خب من تقریبا نزدیک نوت‌های خودش چیدم و یه پد بود که استفاده کرده بود، یه ساین پد بود که اینا رو با هم بررسی می‌کنیم، یه بلز بود که حالت پیانو بلز میزد و یکم که گیتار بود. این 4 تا لایه در واقع لایه اصلی بود که تو این موزیک استفاده شده بود.
حتی شاید تو پروژه اصلی لایه بیشتری باشه، ولی گروه بندی، یعنی اون چیزی که به گوش میرسید تقریبا همینا بود، به چیز خیلی ساده ای بودش. من حالا این رو در واقع سولو میکنم. اینجا آرپیج رو دارید میبینید بچه‌ها. در واقع خیلی مدل مختلفی میشد این آرپیج رو درست کرد. که من از یه موج سا استفاده کردم، یک انولوپ بهش دادم، یعنی در واقع یه اتک خیلی کوچیکی هم بهش دادم. البته همینطور که میبینید یه جنس صدای پلاکت خیلی ساده با 2 تا شیپ خیلی ساده درست کردم که حالا میتونید بررسیش بکنید و این رو حالا هی فیلتر میشه میاد بالا حالا توی کار. و پد از یه سای عادی که 12 تا آنیسون داره. نکته مهم بچه هر چقدر این عدد رو بیشتر کنید سی پی یو بیشتری مصرف میکنید، پس حواستون باشه یه جوری هوشمندانه استفاده کنید. مثلا اگر من این رو 1 بذارم اونجا رو ببینید، ولی وقتی که این رو 16 میذارم، پس حواستون باشه که در جای درست استفاده کنید. من فکر میکنم دیالا مثلا 10 تا کافیه برای من که هم سی پی یو زیادی مصرف نکنه، همون حس پد رو به من بده. یه فیلتر با 18 اکتاو بر دی بی هم گذاشتم براش و های کات. و اینجا که همونطور که میبینید خیلی ساده یه پدم درست کردیم که سایت چین شده و روی کار وجود داره. بعدی یه دونه پد ساین هست، خیلی ساده درستش کردم. یه ساین خیلی ساده است که با انولوپ ها در واقع حالت بهش دادم که حالت ضربه‌ای باشه. و میتونید حالا خیلی افکتای دیگه هم روش بذارید که حس بهتری داشته باشه که من حالا به همین حالت سادگی خودش گذاشتم. بیلز هست که حالت صدای به همین جوری هست، خیلی ساده با یه شیپ خیلی ساده که ادیت کردم اینجا. چقدر طراحی صدا خوبه. وقتی شما طراحی صدا یاد میگیرین صداها رو همه رو خودتون میسازید و همه چی یونیک خودتونه. گیتار هست که از نکسوس استفاده کردم. مجموع اینها با هم در واقع میشه این. مورد بعدی که در موردش میخوام صحبت کنم بخش وکال هست و این وکالی که شما دارید میبینید متاسفانه من نتونستم وکال در واقع اصلی رو پیدا کنم و مجبور شدم از وکال AI استفاده کنم، برم اونجا و ریویورش هم حذف بکنم. خب مسلما در مورد وکال خیلی میشه بحثای زیادی کرد و در مورد میکسش، ولی خب چون من دسترسی نداشتم به وکال اصلی نتونستم. سعی میکنم اگر بخوام پروژه‌ای در دسترس باشه که بخوام انجام بدم وکالش از خود خواننده بگیرم و بتونم انجام بدم، اگر نه که مجبوریم بچه‌ها متاسفانه با همین وکال سر کنیم. و چیزی که الان اینجا هست، من یه کانال درست کردم در واقع جداگانه که تو اینجا که برای وایت کردنش یه سپریدر گذاشتم که در واقع وایت میکنه صداها رو، یه ذره مید و سایت رو باز میکنه، یه ذره اختلاف بین لفت و رایت میذاره، یه الگوریتم مخصوص خودشو داره. یه ذره کورس اضافه کردم که حالا با هر چیزی شما میتونید اضافه بکنید، حالا حتما 4 تایی استفاده کردم و یه حالا های فرکانس هم گرفتم که اون تیزیای صدا قاطی نشه و اینو میکس کردم با وکال اصلی. میشم با هر کی سر رات طرف، با تو خوب دیوونگی، حتی با تو خوب کار غلط، بیا خودم میدم پا به تلت، میشم با هر کی سر رات طرف. خب اینجا الان مثلا من اینو با وکال اصلی ترکیب میکنم خیلی راحت. میشم با هر کی سر رات طرف، با تو خوب دیوونگی. یه ذره کمک میکنه تا وکال وایت تر بشه و واسه پروژه منی که دارم بازسازیش میکنم خب خیلی کار را بندازه. و ریورب هایی که دادم یه ریورب که سایت چین داره میشه و تنظیمات خاص خودشه داره. بعد دیلی هست، یه دیلی دادم که تو بعضی تو ترجیبند میاد اضافه میشه یه ذره و یه دیلی
در واقع تکرار شونده هم دارم برای انتهای وکالا که تموم میشه که اینجا شما میتونید اتوماسیونش رو ببینید. که روی ریتم خیلی خوبه. یه ریورس وکال هم داشت که من دیگه دیدم چون وکالش رو نداشتم دیگه من درست نکردم، ولی شما بر ریورس وکالی میتونید سایت چین بدید و اون رو درست بکنید. تو موزیک اصلی هم هستش. چیز دیگه مورد دیگه در مورد وکال نمیتونم بگم متاسفانه چون وکال اصلی رو نداشتم. و میریم سراغ افیکس ها. افیکس ها هم که در واقع خیلی مشخصه، چند تا صدای خیلی ساده داره که خیلی یه آپلیفتینگ داره که اینجا خیلی ساده میتونید شما افیکس ها هم استفاده بکنید. و اما مسترینگ کار رو بچه بعد از اینکه میکس های نهایی رو کردم و اون هدرومی که گذاشته بودم تقریبا 2 یا 3 دی بی هدروم گذاشته بودم که یعنی به نزدیک اون 0 دی بی نشه که حالت دیستورتی و اینا رو بند ایجاد داشته باشم، فضا داشته باشم، لول ها رو بتونم لول بندی کنم، یعنی صدا رو بتونم لول بندی کنم. یه دونه ساید کنترل دارم که کنترل ساید رو کنترل میکنه، یعنی یک دست میکنه ساید رو توی داینامیک اکولایزر ها. من لول موزیکم کم میکنم که صدای من داشته باشید. همونطور که میبینید و یک مستر کالر دارم که یه ذره کالر مستر رو بعد از اینکه کلی میکس کردم یه ذره شبیه سازی کردم، خود موزیک اصلی رو یه سری دستکاری‌ها کردم که خب میتونید های فرکانس لو فرکانس رو سلیقه خودتون کم و زیاد بکنید. یه فیلتر کل موزیک هست که اول موزیک فیلتر میشه و انتهای فول میشه که اصلا کلا آفه چون اتوماسیون بهش دادم. اوزون ایمیجر هست که کمک میکنه سایت رو بتونید یه ذره بازتر کنید، یه ذره بوستر کنید، یه ذره نمایان‌تر بکنید. اینجا 6 میلی ثانیه هم در واقع اینجا تنظیم شده، میتونید با عددها به ذره بازی کنید و یه فضای بهتری رو داشته باشید. خیلی هم باید مراقب باشید که بیشتر از این حد نشه. مخصوصا تو ایران خیلی علاقه دارن ساید زیادی بدن و واید زیادی بگیرن که نمیدونم واقعا چرا اینقدر مسابقه است، خیلی آزاردهنده هم هست. یه افکتی هست توی مستر استفاده کردم به نام اسپکرافت بچا، هم توی لایف هم توی اف ال استودیو زمانی که بازش میکنید به دلیل اون حالا فضایی که حالا ما توی چیز داریم، یعنی ما نمیتونیم استفاده بکنیم از اون نسخه های درست اورجینالش، مجبوریم این نسخه رو استفاده کنیم. هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجا شما میتونید برید لایسنسش رو دوباره بهش معرفی بکنید. بعد از اینکه این کار کردیم من اینجا که ببینید من اینجا لایسنس رو بهش معرفی میکنم و میتونم استفاده بکنم. من میوتش کردم چون موقعی که لایسنسش میپره میوت میکنه کل موزیک و امکان داره که بچه‌ها مثلا گفته بود، من فکر کرده بودم مثلا کلا پروژه قبلی که برای سیروان ساخته بودی که آخر ویدیوام لینکشو میذارم میگفتش که اونجا میوت بود و من فکر کردم مشکل از کارت زده. نه، من میوتش کردم. اینجا شما برید لایسنسش رو اوکی بکنید و روشنش بکنید هم توی لایو هم توی اف ال استودیو. در مورد لیمیتر هم این رو بهتون بگم که در واقع اینجا من 2 دی بی اون هدروم رو در واقع اصلاح کردم و اون آوردم بالا گین دادم و اینجا همینطور یه اتک و ریلیز رو هم تنظیم کردم. حالا شما همینطور که می‌بینید این عددی که استفاده شده توی گوش کردن موزیک و اون حسی که از اون حالت پانچ و اون حالت ریتم و صداها دارم رو گرفتم و تنظیمات دقیق انجام دادم. یه چیزی کاملا این که تجربیه، یعنی باید کم کم خودتون اینقدر بازی کنید با این ناپا بالا پایین بکنید که ببینید که اون ترانزینت هایی که اتفاق میفته این بالا این به بهترین حالتش چه شکلی. تو سبک‌های مختلف هم متفاوته. خیلی ممنون از همتون. ویدیو اول واقعا سورپرایز بود برای من، نزدیک 4000 تا 3500 تا الان در واقع بازدید خورده بود و یه انرژی به من بدید بدون هیچ منتی. این کاری که برای شما انجام میدم برای ارتقاء موسیقی کشور تو سالهای آینده است. دوست دارم کوالیتی و اون ایده ها و اون فضاهای جدیدی که در موسیقی میشه این صنعت رو بچرخونه، صنعت رو بالا نگه داره، بهترش کنه، بهبودش بده. خیلی مهمه. بچهای دیگه هم من تشویق میکنم این کارو بکنن. واقعا این ویدیو برای من 3-4 روز طول کشید درست کردنش، هم پروژه هایی که درست میشه هم ادیت ویدیوهاش و واقعا بی‌منت میگم. تنها کمکی که به من میتونید بکنید اینه که اشتراک بذارید، لایک بکنید و حمایت بکنید که من بتونم پروژه های دیگه هم برای شما تحلیل بکنم. دم شما گرم. تا ویدیو بعد.